الحمد لله وحده و صلات و سلام علی نبی بعده. اما بعد، امروز که باشد درس 11 را از کتاب فقه اکبر و وصیت نامه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که درس های من و شما عزیزان دل میدونه درس های توحیدی و درس های عقیدوی است. به همه عزیزان دل من میرسانم که عزیزان دل امروز امت اسلام تشنه عقیده هستند، تشنه درس های توحیدی هستند. این درس رو به یار و دوستان خود تقسیم کنید و گوش کنید و بفهمید که عقیده اهل سنت و جماعت چی هسته، به خاطر که امروز اکثر جامعه مسلمان ها به نام مسلمان هستند، به زبان مسلمان هستند، لکن عقیده ندارند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب خود میگوید و هو شیء لا کاشیاء و معنا شیئی اثباته بلا جسم و جوهر و عارض. میگوید که همه الله مهربان و هو ضمیر یعنی به سوی الله میره و همون میگه الله یک شیء است، لا کاشیائی نه که میگه همه شیئی که به تو گفتم ای طالب علم نه مثل چیزی دنیا هست. یعنی که میگه ما به تو گفتم که الله مهربان یک شیء گفته یک چیزی را میگه الله مهربان یک چیزی هست، با در اینجا استثناء میکنه، میگه ای طالب علم، ای مسلمانی که این داری کتاب مطالعه میکنی یا این درس رو میشنوی، او شیئی که من برای تو میگم او چی هست؟ میگه اثباتو، یعنی اثبات میکنم برای تو که الله وجود داره. معنی شیئی که من به تو میگم امام ابو حنیفه میگوید یعنی که اثبات وجود الله هست، یعنی که الله وجود داره. معنی شیئی در فکر اندیشه ما نروه که شیئی که میگه الله مهربان مثل این مخلوق باشه، مثل اون مخلوق باشه، نه، بلکه شیئی که میگه من برای تو گفتم و معنی شیء اثباتو، یعنی اثبات کردم که الله وجود داره. الله چی داره؟ وجود داره. یعنی وجود الله را من چیکار کردم؟ باید شیء گفتم که تو طالب علمی که تو مطالعه میکنی یا گوش میکنی بفهمی که الله وجود داره. لکن مثل شیء، مثل چیزهای دنیایی که مخلوقایی که الله آفرده است، مثل او ما باید تفکر نکنیم. در دوام میگه بلا جسم، الله جسم نیست. لکه چگونه که هر یک مخلوق به خودش جسم دارد، انسان به خودش یک جسم دارد، حیوان به خودش یک جسم دارد، ملائکه به خودش، جنها به خودش، هر یک چیز به خودش جسم داره. الله جسم نیست. باید در تفکر مسلمان موحد حقیقی این نروه که الله جسم نه، بلا جسم نه، الله جسم ندارد. و جوهرین، با الله جوهر نیست. جوهر یعنی که اصلا اگر نظر کنید جوهر چی را میگن؟ یک چیزایی که سنگای قیمت بهای هسته که بر طریق فارسی من شما اگر بگیریم یعنی که زیورالاتی که هسته سنگای قیمت بهای هسته اون را میگن. لکن جوهری که در اینجا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به من شما آورده است او یکی که همین یک سنگ اگر شما کمی پاره کنید چی میشوند؟ یعنی که جدا میشوند. همون سنگ چی میشه؟ یا سنگ یا سفال یا یکم سنگای قیمت بهای هست، همون را وقتی که زر بخوره پاره میشه. یعنی که الله جوهر نیست، یعنی که الله تقسیم نمیشود، الله قسم نیست. من ساده کرده به شما فهمیدم. یعنی الله مثل سنگی که پاره میشه و قسم میشه، الله قسم نیست. ایرا هر یک من شما باید ببینیم. و عرض، با الله عرض نیست. اصلا عرض زمین میگن، لکن همین زمین نگه ببین چه پهناوره در تفکر تو، در فکر اندیشه تو برادر مسلمان، خواهر مسلمان نگذرد که الله یک ذات پهناوره. این طریق فکر نکنی، یعنی که زمین نگه نکنی که چه پهنه بگی الله مثل همین زمین هم پهنه. یا در تفکر تو ای برادر ای خواهر نگذره که بگی الله مثل جوهر، یعنی مثل همین سنگ قسم میشه. این تفکر باید نکنی. ولا حد له، از برای الله حد یعنی که اندازه نیست.
هر یک چیز به خودش اندازه دارد. زمین به خودش اندازه دارد، آسمان به خودش اندازه دارد، انسان به خودش اندازه دارد، حیوان به خودش دارد اندازه دارد. لیکن الله را حد اندازه نیست. او ذاتی که همه را آفریده است به ید قدرت خود، برای او حد اندازه نیست. ولا ضد له، با ضد الله یعنی مقابل الله یگام چیز نیست. یعنی که هر یک مخلوقی را که آفریده است به خود یک چی داره؟ ضد داره. یعنی که انسان حیات میبینه، ضدش چیه؟ مرگ میچشه. روشنی مقابلش چیه؟ تاریکی هسته. زمین مقابلش چیه؟ آسمان هسته. لیکن برای الله ضد نیست، مقابل نیست، یگام چی مقابل نیست. هر یک چیز به خود مقابل دارد، لیکن برای الله ضد یعنی مقابل الله هیچی نیست. ولا ند له، ند یعنی که یگام چیز برابر الله شده نمیتونه. یعنی که ند له یعنی به ذات اسما و صفات الله متعال هیچ چیز برابر شده نمیتونه. مخلوقا یک انسان می نویسه میگه مثل فلان انسان نوشتنش دایره کرده است، یا این انسان دانش او انسان دایره کرده است، یا میگن علم این شخص علم فلان شخص دایره کرده است. لیکن برای الله ند له گفته که هیچ چیز برابر شدن نمیتونه. یگام مخلوق علم الله را برابر شدن نمیتونه، قدرت الله را برابر شدن نمیتونه، عزت الله را برابر شدن نمیتونه، خالق بودن الله را برابر شدن هیچ چیز یگام اسما و صفات الله را برابر شده نمیتونه. ولا مثل له، با مثل مانند الله یگام مخلوق نمی باشه. مثل مانند الله متعال یگام مخلوق نمی باشه. ما آیه کریمه هسته میخونیم استعیذ بالله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. یعنی که الله مهربان میگه نمی باشد مثل مانند پروردگارتون اون ذاتی که سمیع بصیر یعنی میشنود و میبیند. این آیه کریمه خود صراحتا به من شما درس میدهد که ولا مثل له، مثل مانند الله متعال نیست. برای چی این شیخ بزرگواری آورده است؟ نصرانیان نعوذ بالله ملائکه ها را دخترای خدا میگن، عیسی را بچه خدا میگن نعوذ بالله. الله متعال از مثل مانند چی هست؟ پاک و منزه هست. ولی با بعض قوم های هستن که الله را چکو میکنن به جسم مشبهه مجسمه میگن اونها را. به همین خاطر این عباره اونها را رد میکنه که برای الله مثل مانند نیست. در همینجا درس خاتمه میتیم. الله متعال هر یک من شما را توفیق عمل کردن نصیب روزی بگرداند.